برای چی ویدیو هست؟ ویدیو قطعی پرست اینترنت نشد برای من برابر دیدم که بچه نه ویدیو برآمده است، برای همون گفتم که ممکن ویدیو که می برآمده باشد برای همون. خب پای چروز یعنی از نگاه شما همین مردم همین جوانو را همین جوانای 17 18 19 ساله ولی زن ندارن، کودک ندارن، زندگی ندارن، همینا را چی مجبور میکنه روسیه میآیند یا اوتوشون مجبور میکنه که برای رمضان نان بیاورد؟ چی خیلی است چی به میآیند روسیه؟ اینا با تاجیکستان به خاطر خوبتر همه میداند که کار نیست، یکمش کار کردنش خیلی وزمینه، کار کندن پرکتیس که پروشن نمیدهد، آیلقشان کم خورانده نمیشد، ساز خورانده نمیتوند، های روغن میگرد، آرد میگرد، یک چی میگرد، گوش گرفته نمیتوند. همین جوان 18 ساله همین چی به روسیه بیاید؟ این 17 ساله جوان چی به روسیه کار کنی بیاید؟ این حاضر اینترنت برآمدگی دیگه ملت ها را میبیند که 1 سوم 2 سوم کار کنم، میگه زنگ گیرم، خانه بکنم، یگان ماشین بگیرم، یگان زندگی را خوب بکنم. میگه این بیچاره پدرش کده نتونسته چیکار کند دیگه، مجبور میشد که زندگی خودشان عربای خودشان کشال کنم. میگه میبراید برای زندگی میبراید. دولت خودم ها اوجا عادت میکنه دیگر تاجیکستان من نمی همه چیز خبر ما عادت کردگی عادت کرد میشناختگی انسان ها موزی من بگم همه میشناختگی انسان ها میگم که ها اومدن گفتن میریم روسیه کار میکنیم یا ماشین میکنیم زن میگیریم، ها اومدن کار کردن رفتن ماشین گرفتن زن گرفتن، یکی چیلش نبر اومده زنمون ماشینمون هرچمون خیز بو رفت روسیه. یعنی عادت چی دوجا رفتن برای همین جوان. چرا جوان خودش خودش غلوم میکنه؟ سبب چی است اینجا؟ سببش خودشه، پدر مادرشه. برای چی که پدر مادرش میگد که را بچم پول کار کن، میگد را بچم خدا زنگیر، میگد من یگان قدرت ندارم، یگان بودجت ندارم که تو را زنگ گرفته بیدیم. مجبور میشد که بیچاره تاجیکستان با کار کده زنگ گرفته نتواند، یگان چی بسیار چی کاره نتواند، مجبور میشد که اینجا میبیاین استرایک کار میکند، دیگه جا کار میکند، 1 سوم 2 سوم میآورد اینجا. تاجیکستان یافته نمیشد. رنگ همین جبن تاجیکستان کار کنیم چند پول اویلی میدهد. یا خل زنکا یا خل مردکا میگد که 20 سامان 10 سامان 30 سامان کار که دوست میگه 30 سامان اینجا به چند پول میشد؟ های میشد که 150 روبل یعنی 200 روبل گوید. گروه بگه این چی میشد؟ یگان خانه را 1 روز خورنده میشد همین پولش کتی. های بخوراند گوید کم ترکتی. ببینید همون پدری که میفوره که به فرزندش زن بوده و همون دیده تو نیست که خودش یک فرزند کلام کرد، عاقبت یعنی که او فرزند اون چیزی که برای فرزند در کار بود اویلادور کردن یا که یک زندگی خوب دادن او را دادن نتونست. چرا همون پدر به هم فرزندش زن میته که میدونه که فردا او هم کودکدار شوه، یعنی همون شرایط کردن نمیتونه با فرزندش؟ برای چی زن میتونه فرزندش؟ اینا فکرشان چی میگد؟ کلته میگد نه کتا میگد نه همه خیلی چیکارش کند؟ یگان اولاد موندن در کار کو میگد، یگان چیکار کردن در کار کو میگد. برای همون کسب هنرش همه خیل بود، با کسب هنر همه خیل میماند. پدرش لپاتکه قپیدگی بود، فرزندش لپاتکه داده استای، شپتل قپیدگی بود، فرزندش شپتل داده استای. برای همون دیگه یگان چی؟ یگان حاضر تاجیکستان ما با یگان چی نمیدهد، چی میگد؟ امروز من میمورم فقط با یگان چی بماند نمیگد. این چیز نیست دیگه. ملت ها با هست جمع میکند فقط با میگد که منوین توی میگد یا خانه من میگد 4 فرزند داری 4 تقسیم شدنش در کار میگد. تاجیکستان با نیست این همون پدرانی مجبور میشد کار میکنه. همون پدرایی که همراه خودش فرزنداشونه یعنی روسیه را دیده عذاب شه در درون واگن خواب کرده، یعنی قیمترین زندگی را دیده، باز تاجیکستان رفته فرزند چه همراهش میگیره میاره. ایش چه خیلی این چه خیلی انسان هست.
این نویجدانه میشه، وجدان ندارد، آر ناموز ندارد. برای همون من میگم دیگه من یگان چی گفتن نمیتونم. ما سال 2008 بود وقتی در یک حالت زده بودیم، یک واگن در خواه میرفتیم در روسیه، یک سترویکای کلون است در بینش واگن موندگی، در داخل همون واگن خواه میکردم. همراه ما بگیم دو تا پدر بود، یعنی کلونسول، یک تاش همراه یک فرزندش قطعی بود، یک تاش همراه دو فرزندش قطعی بود. در یک واگن بگیم که نمیدونم 9 نفر خواه میرفتیم، 8 نفر 9 نفر خواه میرفتیم. درونی هم واگن کنم خیلی تختا قطع پولکا زدگی، اگه تصور کرده نمیشه که در همون واگن مایدگ ما 9 نفر در همونجا خواه میکردیم، در همون سترویکا کار میکردیم. من نگاه میکردم امروز از من فکر میکنم در همین چیزا نخود همون پدر شرم نداشته فرزند خیلی آورده در همون خیلی اسلوبیا برای که 4 تنگه ما پول کار کنم. همون وقت ما میشنویدم که فرزندش در وعده میداد که کار کنیم رویم در همین قشلاق یه ماشین زور بگیریم، همین کتگی که های که بگرد دو تامون گودک بگیم هم جوانو یوشه мотивация میداد که تو که او کار کنن عادت کنن در همین روسیه. امروز من در تمام پدرها میگم، در تمام اکا میگم، دادرها میگم که شما همراه خودتون یک کس آوردنی هستین. این چیز گنده ترین چیز است. عادت میکنه انسان، وقتی عادت کرد این تمام دیگر خودش همونجا میبینه. من تا همین روز ندیدم که این مهاجری که 5 سال در مهاجرت یا که 3 سال در مهاجرت بدگی مهاجر امروز در تاجیکستان زندگی کردسته باشه. من ندیدم. همه کدام انسانی را دیدگی هستم از تمام اهل اولاد خودم، یار نزدیک، دوست، همسینف، همه همون انسان ها مهاجرت آمدگی هستند در تاجیکستان حاضر گردند روند، یعنی ماشین هم دارن، زن هم دارن، خانه هم دارن پوشیدگی، مگزین هم دارن که اویلشون در اونجا سودا میکنن یا خیلوشه، زمین هم دارن میتونن برون همونجا زندگی کنن. از اون جمله پیسرای خلای خودم یکی همش امروز بود در روسیه اومده استن. انا قدر نرخ قیمت بلیت ما برای چی امروزی موضوع را گرفتم، همو قدر قیمت ترین نرخ بلیت ده که خریده بگیم که چیکار کردن روسیه رفتن، در حالتی که در حوالیشون یعنی که در زندگی میکنن. در اوغلا هوی کنی 20 تا 25 تا گاو گوسفند بز مز استودگی است، یعنی زمین دارن، زندگی دارن، در حوالش تراکتور استودگی است. روسیه رفته کار کرده تراکتور خریدگی است، ماشین دارن، میتونه تاکسی بزنه، میتونه تراکتور قطعی جفت کنه، زمین کار کنه، زندگیش بینه، پیش گودکش زنش نبسته یکی کوت در چند هزار سومونی ده بلیت خریده روسیه رفته است. میگوی که در روسیه و یگان کابینت کار کنه، در روسیه چقری میکنه رفته. من زنگ زدم و امروز گفتم ای انسان تو دیوانه ای هوشیاری عقل داری؟ میگن نمیتونم، میگن نمی یک کیفیت ای میگه باید نمیجا بیام کار کنم، باید هم تاجیکستان در پرسه کجا دای فلانیه باید شد کجا دای که اوتات کجا دای روسیه دای، یعنی روسیه زبانی روسیه برای تاجیک جوانای ما یک بگیم که نمیدونم یک کیفیت چیدگی است. ما برای همون امروز هم موضوع در خواستم گپ زنم که چی مجبور میکنه همین جوانو را برون بگیم روسیه. ما انسانای را میدونم آتشون هم در تاجیکستان تنج است، اوچهشون هم تنج است، یعنی معلم و معلمه کار میکنن، در یونیورسیت دیگر جا میگیرن وضعیت خونه بهترین آتش، ماشین زیبا داره، خوب داره، یکی فرزندش مردی کاری ده، آتش در پول نمیته. ما خیلی جوانا زیاد داریم خونهشون پول روی نمیکنن، نمیتن، زندگی در کلشون نیست، لیکن اما مهاجرن. اونها را کی مجبور میکنه مهاجر شوند؟ درست کو نمی برندی در جای در روسیه اینمی برند. من میدونم انسانی را که همسایه ما بود دور نه ماشین داشت BMW ترویکا خطی میگشت، نیکی که همه جوان کجا در روسیه ده همه کار کرد، ماشین هم پرتوف، همه را پرتوف، زنش هم پرتوف رفت روسیه که آتش در بازار یعنی تاجیکستان در یک بیزنسمن است، روغن آبت میوارد دیگر کار میکرد، زندگیشون تنج بود، تنج.
آتش BMW 25,000 دلار BMW قطع میگردد. هم خیلی بگیم بیزنسمن است. خونه‌شون میدونه تمامش لوکس. یکی روسیه میره همون جوان چی با میره گفته سوال میتونم خیلی پروست سوابودا اینجا میرم کیف میکنم. ما همین را نفهمیده ایستادم. نه همه تاجیکستانی. من امروز چند شناسوی ما که مثال گیرم اوزی فرزند خالم و دیگر فرزند تقایم و دیگر انسانایی که امروز در همین قیمتی همین نرخ اژتاژ ده گویا که روسیه نروان گشنگی ده میبرن در فلان پول بلیت خریده رفتگی است. امروز ما این موضوع را گرفتگیم که ما نمیگم هموطنان نه همه تاجیکستانی مجبور رفته ایستاده نه همه تاجیکستانی روسیه نروان گشنگی ده میبرن نه همه این اگر 100% تاجیکستانی ما در روسیه باشن همین را اگر 20%ش مجبور باشه که باید برای تاجیکستان روسیه کار کنه 20 یا 30%ش 50% دیگهش حواس ماشین خرید نمیدونم یا حواس خطی اومدگی است 30% دیگهش از مستی اومدگی است اونم بچهای بیزنسمن صندوق و پوشون همش در همون روسیه است خود مردی کاری کنه خود نمیدونم در بازار سودا کنن خود در دیگر کار کنن خود تاکسی های کنن من چند تا آدمای در حکومت کار میکردگی را میدونم بچه‌هاشون در روسیه تاکسی های میکنن حال میگه که در حکومت کار او را زندگیش خوب است او را فرزندش چیز رو اومده است که برای در روسیه تاکسی های کنن نمیدونم این چی شیدگی است باید پسیکولوژای ما در اینجا کار کنن باید آدمای ما کار کنن نمیدونم همین انسانایی که باقل هستن باسواد هستن در تلویزیونی برنامه باید بیشتر شود در تلویزیونی تاجیکستان عیناً هم برنامه مهاجرت چی به مهاجرت رفته است برای چی میرایته خب اینجا راستی یک انسان دوران است که پایان آدم زیاد چیده است تا که استودیا توزیع کنیم کمتر خالی‌تر کنیم دیگر رو داخل شود پیغام شما برای مردم ها مردم گفتن ها اکجا مردم گفتن داشتم ما میخواهیم که وطن ما آزاد شود هم دیگر دستگیری کنیم هم جمع شویم ایران نشویم کی به در کار باشد یک دیگر دستگیری کنیم حلق همسایه وطن ما هم جمع شویم ایران نشویم ایران شدیم که وجود برده محکم قدم میگیرد این روز خانه تو برد پگه خانه من میرد برای همون یک دیگر دستگیری کنین یا خمایه کنید من دیگر گپ ندارم من همین گفتن داشتم تشکر اپای چروز که اپای چروز ما هستن همه وقت بگیم در برنامه های ما با چهره اشکود از یک خیل مردو دبا مردتره تا بگیم که برنامه اپای چروز میتونین که لایک پدیلیت کنین انشالله که باز با برنامه دیگه ما حتما داخل شویم روی شما صحبت کنیم شما در این حال میتونین که استودیو را خالی کنیم تا که دیگر انسان ها هم داخل شوند تشکر اپای